Assalom برادران، هموطنان، کسانی که درخت‌های پاولونیا کاریدنی طرزی از ریشه زیاد کردنش از فهمانده میگذارونیم. من این ریشه رزمیرای 4 سانتی متر، 5 سانتی متر یا 6 سانتی متر خیلی مویرا بریدگیم. من خیلی بریدگیم. من خیلی بعد درونی پارو با انداخته یک هفته ایستاده. من این خیلی نیش کردگی. من برادران دیدین. من خیلی نیش کردگی. من مرحمت بینین. من خیلی نیش کردگی. مرحمت. ما اول ایرا ای تری پارو انداختم پیش. من این خیلی مترونیدازول بعد پریکس وادرات. من این خیلی چیزا قطعی شدگیم، یعنی ابرابات کردگیم که اگم اینفکسیونشون باشه گیرد گفته. بعد از وای کارنوین ده من این خیلی پچکای کارنوین ده تر کردگیم بچه. من کارنوین دیدین خود بینین با یکم پراشوکی دیگر نگیرین. بعد تر میکنید یک 5-6 ساعت. بعد درونی پارو میمونید یک هفته یا 3-4 روز. اگه گرم شد ممکن تست چی نه. من این خیلی نیش میکنم. دیدی من نیش کردگی. من خیلی نیش میکنم. بعد من سکنای رزمیری 9 این. لیکن علاجش باشه سکنای رزمیری 10-11 گیره. من خیلی مونده تگی سکن با کمک پاروب. من تگی سکن با کمک پاروب. بعد بالای این با 1-2 سانتی متر پاروب هم خیلی میپوشونیم. من خیلی سکن من سکنا من خیلی تیار شدگی. از تگه 1-2 سانتی متر با ریشه را مونده. من این را مونده با 2 سانتی متر چی پوشیدیم بیوگاموس. ما بیوگاموس تازه قطعی کردیم. کسی که بیوگاموس کم داشته باشد 60% بیوگاموس، 20% خم، 20% خاک ارلش کنیم میشه. یا که این ادخودی چی است شالی کسی که برنج سفید میکنه از خودش هم قاوس میگیرن. چی میگم خیلی اندازه با ریشه تیز چیزش آسان میشه. وجود هوا میگیره تیز آیسته. که بعد که نیره بعد سکرم که تیارش کشید بعد تگی تپلیسه میمونیم. آب دادن دارو کده میستیم و خدا خواه بعدی همون 20 روز یا که بعد از یک ماه تیار میشه. یعنی گفتنیم که 10-15 سانتی متر میشه. بعد زمین رو میگذارونیم. تشت خطا نکنین. من این قلمچو در فروش هست. هم سورت افته هم سورت M1 هر دوشم در فروش هست. کسی که گرفتنی باشد خریدار باشد. با استاد اکای اسکندر پیریکور با انگور و باغ راهبری انگور و باغ مراجعت کنین. من مرحمت قلمچو هست. من این خیلی لیمونو داریم. من لیمونوی که 2 ساله 3 ساله همین سال خدا خواه میبندی. همش سطیل بنداخته 100% بیوگاموس کده موندگیم. من خیلی درختای شمشاد داریم. من 70 تا لیمون من خیلی سطیل انداخته داریم. سطیل انداخته موندگیم. یا شمشاد خا این پیوزنای ازبکستان کدام رفتم ازبکستان آوردیم. خب یا همش ای خدمون. من مرحمت بود درختای پاولونیا داریم. من مرحمت کسی که خریداری کردنی باشن درختای پاولونیا که با درازیش 5-6 متر درازی داره. من خیلی موندگی من خیلی 3 مترش هست. با من ریشه‌شو نبینید. ریشه‌شون چقدر فاسون وایش ریشه‌شو گور کردیم. ها من وای مردک استاد کار کسی در وجود من خیلی پاولونی رو چینده موندگی. کسانی که هدف باشه اومده تیارش میتیم. کسانی که با افرجا باشد ما از زمین کنده میتیم همه آدم با. من این سورتی FT M1 دو خیلی سورت داریم. هم FT هم M1. بعد کوچدهای 2 ساله 3 ساله لیمون داریم. تیار سطیلا بانداخته تا پتیار کردیم خیلی میبرین در خانهاتون مونین در سطیلاتون انداخته. اما کوزه ها انداخته توبک میگیم همون انداخته مونین. اگر خدا خواهد گل کرده همین سال میبنده دیا. من قلمچوی فروشی هم M1 هم FT نرخی دست راست. نرخی گفتنیم که
همین ازبکستان رفته که چندی میگیرین میوین همون نرخ در همینجا میتیم. هم ساعت افتی داریم هم ساعت M1. من این خیلی درکار باشه، من این خیلی نش کننده هم میتیم تونه. اگر شما همین کار نتونین شما دا زکات میکنین، پیش پرداخت میکنین، ما همین خیلی نش کننده میتیم. تلفن ما 919 36 91 32 919 36 91 32 یا استاد اکای اسکندر رضاقوف مراجعه کنین. سلامت باشین.